علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، روز جمعهتون مبارک باشه. در کنار خود یک برادر دارم، میخوایم که یک سوال اسلامی را باشون مطرح بکنم. اما نخست چیز زیباست که برادر خود معرفی کنیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند؟ اسم من نجیب الله باش، یکی از دکانداران مزار شریف. ماشاءالله. چی طور است وضعیت کاربار؟ الحمدلله خوب است، شکر. خوب است. الحمدلله. خدا کسب کارتون برکت فرته. ما یک سوال داریم. میشه برای ما بگین که حق مسلمان بر بالای مسلمان از دیدگاه اسلام چند چیز است؟ بفرمایید. حق مسلمان بالای مسلمان 5 چیز است. ما در یکی از کتابا مطالعه کرده بودم که 5 چیز است. اول، اشتراک نمودن به نماز جنازه یک مسلمان. دوم، به قبول کردن طعام، مثلا چی عروسی باشه، چی ختم باشه، چی هر چی باشه باید قبول کنیم. سومش، به عیادت مریض رفتن، مثلا یک مسلمان که مریض میشه باید به عیادتش بریم، قبول کنیم. چهارمش جواب عطسه، مثلا کسی که عطسه میزنه باید بگیم که یرحمک الله. پنجمش جواب سلام دادن، کسی که سلام میده ما بگیم که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله جوابتون دقیق است. الله متعال ما شما رو توفیق بده که همیشه متوجه حقوق همدیگر خود باشیم. چون جوابتون دقیق است، ما و شما یک تحفه داریم. یک رساله چل حدیث نبوی صلی الله علیه و آله است. رساله را بگیرین، در حق ما دعا بکنیم. تشکر. خیر باشید.